مرواری، نوشته صادق هدایت. فایل 4. avayabookwordpress.com. کلمب که کتاب اول خودآموز زبان آزتک را هنوز به پایان نرسانده بود، به تته پته افتاد و به پاسخ گفت که هنی به جرقه مبارکتان قسم، این بنده درگاه به قصد سیر آفاق و انفس از میهن عزیزم حرکت کردم و میخواستم به موجب آیه شریفه فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و حرض المؤمنین، کشداری در راه خدا بکنم و به اعراب بادیه نشین چشم زخمی سخت وارد آورم. اما اکنون میبینم به کشور دوست و همجوار خود آمدم. از این جهت خود را برای تسلیم بلا شرط آماده کردم. سردودمان سرخپوستان لبخند نمکینی زد و گفت عیسی پسر جان، اشتباه لپی کرده ای. تسلیم بلا شرط یعنی چه؟ نترس جانم عزیزم، یک خورده نمک به دهانت بگذار. اینجا کجا؟ عربستان کجا؟ این خطه را کاستاریکا از بلاد ینگی دنیا می نامند، زیرا به زبان ترکی ینی به معنی جدید است و ما که نمی توانستیم این لغت را خوب تلفظ بکنیم یانکی نامیدیم و یانکی به زبان شما ینگی شد. پس از این قرار شما به سرزمین جدیدی آمدید که ینگه ربع مسکون به شمار می رود و بعدها به نام آمریکا مشهور خواهد شد و ما هم در حال پرستش و ستایش فالوس هستیم و این لوله نمودار آلت رجولیت است. چه خاکی به سرمان بریزیم؟ ما به دستگاه واتیکان و پاپ و متخصصین انگیزیسیون که معتقد به کرویت زمین نیستن عقیده پا به جایی نداریم و این اعتقاد به شرمگاه پرستی. کلمب که سرش توی حساب نبود تو حرفش دوید و پرسید هنی چه فرمودید؟ سردودمان سرخپوستان پر کچل کرکس سرش را که آویزان شده بود در آینه جیبی که داشت دوباره راست کرد و لب خود را با ماتیک سرخ نمود، آب دهنش را قورت داد و به پاسخ گفت عیسی، مقصودم پایین تن پرستی و هرزگی پرستیه. باری این اعتقاد به شرمگاه پرستی از عهد دقیانوس نزد مردم این دیار ریشه دوانیده و از دولت سر آن روز به روز جمعیت میهن ما زیاد می شود و بخت دخترانمان باز. عیسی به شما هم اجازه می دهم اگر راز و نیازی دارید با آن بکنید که بسیار مجرب است و البته دعای شما به درگاه حضرت ناهوا مستجاب خواهد شد. باری به هر جهت چون جمعیت میهن ما ترقی روزافزون کرده بود، قانونی گذراندیم که فقط سال یک بار، آن هم روز چهارشنبه آخر سال، جشن میگیریم و زنها از این لوله استفاده بکنند و مراد بطلبند. دست بر قضا ورود شما با این روز تصادف کرد. راستش را بخواهید ما از جنگ و جدال و قلتشنبازی و استثمار و استعمار و آیات شریفه در این جور حقه بازی ها بیزاریم. حالا اگر از اجرای مراسم شرمگاه پرستی ما ترسیدید و خودتان را باختید، این دیگر گناه به گردن ما نیست و از ته دل معذرت میخواهیم. پس شما آزادید و مهمان ما هستید، بیایید و بروید، ولی البته به ما کاری نداشته باشید و تمامیت ارضی و سماوی ما را محترم بشمارید. ما هم در عوض پل پیروزی شما خواهیم شد و مخصوصا از اینکه عیسی بی مقدمه آمدید و ما را کشف کردید بسیار خوشبختیم و به علت این پیش آمد مقرر می داریم که 7 شبان و 7 روز این جشن تاریخی که مظهر میهن پرستی و وحدت ملی ماست همچنان ادامه پیدا کند. سپس یک سبد گنده پر از ریواس و آناناس و روناس و موز و جوز و بادام برزیلی و چند باری سیب زمینی اسلامبولی و یک صندوق سیگار فیلیپ موریس و چند بطری کوکاکولا و 2-3 من بستنی های رنگارنگ و ابریشمی و چند دوجین بسته سقز آدامز
و مقداری شمش طلاف و نقره و یک پیت بنزین هواپیمایی به پیشگاه کلمب هدیه کرد. بعد چپق سر و ته نقره خود را با توتون نوچه اعلی چاق نمود. یک پک زد و به دست کلمب داد. کلمب هم 2-3 قلاج پشت سر هم زد. سرکرده سرخپوستان با لبخند گفت دیگر ما برادر خوانده شدیم. عیسی بیا با هم برویم آثار ماقبل تاریخی آزتک را بهت نشان بدهم تا شاخ در بیاوری. برق طلا و نقره چشمان ازرق ناخدا کلمب را خیره ساخت و تو دلش گفت هنی پدری ازتون در بیارم که یاقوت دوست بکشید. در حقیقت دید که قافیه را باخته، با پرچم سفید که علامت تسلیم بود دماغ گرفت و پیروزمندانه در جوف جیبش نهاد. بعد 3 کلاهش را در هم کشید و تخم مرغ پخته رنگینی از پر شال خود در آورد و به سردودمان سرخپوستان عرضه داشت. سرکرده بومیان به شگفتی اندر شد و پرسید عیسی چطور یک تکه پارچه سفید در پر شال شما به این میوه خوش آب و رنگ تبدیل یافت؟ ناخدا کلمب گفت اولا که این میوه نیست و مرغانه است. ثانیاً اگر گفتید چگونه میتوان آن را از ته روی میز استوار ساخت، من کت شما را میبوسم، از مقاصد شوم استعماری چشم میپوشم و مرخص میشوم، وگرنه همانا بعد از این شما تبعه سلطان عادل ملک ما که مالک الرقاب نصف ربع مسکون است خواهید بود. سرکرده سرخپوستان هم پذیرفت، اما هر چه زور زد نتوانست این مشکل را حل بکند. کلمب از خوشحالی دلش قنچ میزد. ته تخم مرغ را به سختی روی میز کوبید و تخم مرغ هم مثل بچه آدم روی ته شکستش قرار گرفت. بعد سیبیلش را تاب داد و گفت هنی شما مردمانی وحشی و گمراه هستید و از تمام مظاهر تمدن عرب و آزادی و دموکراسی بری می باشید. لذا تا دنیاست باید قید رقیت ما را به گردن بیندازید و همواره به ما ساو و باج و خراج و جزیه بپردازید و زن به خانتان حرام و خونتان مباح است. این مظهر آلت تناسل هم که باعث قتل فجیع 77 تن از اندلسی‌های اصیلزاده و نجیبزاده و جنتلمن شده از شما میگیریم و در عوض چند نفر کشیش یسوعی کار کشته که در شکنجه های مذهبی استادند به سرتان میگماریم تا هر کس به تثلیث و پدر ما که در آسمان هاست اعتقاد نداشته باشد حسابی دخلش را در بیاورند. به اضافه هرچه خاک طلا و کلوخ نقره و زنبیل آهن و زغال و نفت و پول و جواهر دارید از همین الان متعلق به سلطان ابن سلطان و خاقان ابن خاقان، دوست مردالینوس ابن، دوست ترور ابن، دوست تورادور ابن، دوست ماتادور ابن، دوست پیسکادور ابن، دوست باندوریل رو ابن دوست مرینوس می باشد. سردودمان سرخپوستان بور شد و گفت عیسی چون شما مهمان ناخوانده محترم ما هستید چه قابلی دارد؟ این الهه هرزگی هم سگ خور ارزانی ملکه اندلس باشد. اما از شما چه پنهان زنان ما به آسانی از آن دل نمی کنند و اگر خدای نخواسته آن را غصب کنید میترسم که دین و ایمان از دست برود و مردم گمراه شده به دین حنیف بگروند. پس شما را جان تالیان و تسیماتلاند لااقل این صلیب که در دست شماست و بیشباهت به مچاچنگ نیست برایمان بگذارید تا زنان ما زیر سایه بلند پایه دولت ابد مدت به دعاگویی مشغول باشند. از این پیشنهاد گستاخانه ناخدا کلمب آتش خشم را به آب حلیم تسکین داد و گفت هنی فضولی موقوف، حالا کار شما به جایی کشیده که به معبود ما حدک حرمت میکنید، گویا فراموش کرده اید که شما ملت عقب افتاده مغلوب و برده زرخرید ما هستید. اما من آنقدرها هم که شما گمان میکنید نمک به حرام و سنگدل نیستم. سپس دست کرد زیر جیب، از زیر جامه‌اش جعبه کوچکی در آورد که در آن مقداری مگس و زنبور طلایی خشک شده بود.
آن را به رئیس قبیله داد و گفت هنی عوضش این کانتارینادین ها را بگیرید و بروید زیر سایه ذات اقدس ملوکانه کما فی السابق مشغول جهالت باشید و آنها را رخصت داد. همین که سرش فارغ شد به عنوان گزارش سایه دستی به دوست مردالینوس نوشت که هنی به خاک پای جواهر آسای اعلی حضرت قدر قدرت سلیمان شوکت، فلک رفعت، خجسته حشمت، رستم هیبت، افندی سولت، فریدون مرتبت، امپراتور ممالک محروسه اندلستان، سلطان البحر و البر، فاتح ربع مسکون و ینگه دنیا مسما به کلمپاباد. نظم: خسرو قاضی شه صاحب ریال نامدار، شاه گردون قدر خورشید افسر جمع اقتدار. ای که دنیا را خدا بهر وجودت آفرید، تا که تو در عرصه گیتی شوی گیتی مدار. مردم و گاو و خر و اسب و شتر خلقت شدند، تا نهی بر گردشان بار و کشی از جمله کار. خلق گیتی مفت و مجانی کشد بار تو را، تا تو باشی در کمال ناز و نعمت مفت خوار. ظلم تو عدل است و جورت لطف و قهرت آشتی، نار تو نور است و ننگت نام و پاییزت بهار. چون تو با مدح و ثنای چاپلوسان دلخوشی، ما گدایان را بود مدح تو گفتن افتخار. می رود یک سر به قعر دوزخ و جوف و جحیم، گر کند محکومی از زندان چشم تو فرار. تو رضای حق همی جویی و حق از تو رضاست، پس چرا از خود نباشی راضی ای والاتبار. اما بعد به موجب جبر جغرافیایی مسافرت ما 7 هفته آزگار به طول انجامید و رزمناو قرتاجنه برخلاف انتظار به ساحلی برخورد از بلاد یأجوج و مأجوج که سد سکندر و دیوار چین و خط زیگفرید به گردش نمی رسید و مسلح بود به برج و بارویی از کاهگل، غیر مسلح و مجهز به چماقهای خودکار و عمودهای آتشین و گردونه‌های خمپاره افکن و عرابه‌های موشک‌انداز و زنبورک‌های خانمان برانداز و فشفشه و ترقه و پاچه خیزک و نارنجک و گرز اتمی و تخم‌مرغ. خلاصه چه درد سرتان دهم؟ جنگ خونالودی در گرفت و 7 شبان و 7 روز به درازا انجامید. سپاه دشمن بالغ بود بر 12,000 سوار آراسته، چنان که هر یک شیران مرغزاری و دلیران کارزاری بود. همه با مرگ شیر خورده و در کنار شیر شرزه پرورده پذیره ما گردید و روی به محاربت آورد. نفیر مردان راه 100 ابر هوا بسته بود و وقع سم سمند ایشان پشت گاو زمین شکسته. بیت: چنان شد زخم کوس و نعره و جوش، که گردون پینه محکم کرد در گوش. و 100 زنجیر پیل که هر یک چون کوه بیستون بودند، معلق بر 4 ستون، چون در حرکت آمدندی و در صحن معرکه روان شدندی. تو گفتی مگر قیامت روی داده که کوه ها روان شده است. در خلال این احوال از 4 محال که محل ظهور دجال است، سپاهی بسیار با ساز و برگ بیشمار بیرون آمدند و قصد ما کردند. طرفین دست به تیر و کمان و سیف و سنان برده، بالاخره مهم به دست و گریبان رسید و سرهای سروران به سان گوی در میدان غلطان گردید. 2 جیش کینه‌ور از پای تا فرق، چو ماهی جمله در جوشن شده غرق. آوازه نقاره و نفیر و افغان سرن و کرنا گوش فلک را کر ساخت و ترس اندر دل سپاه دشمن انداخت. آتش قال التهاب یافته و از بسیار استماع تیغ و سنان خون چون رود جیحون در فضای معرکه سیلان نمود.
ناگاه تیغ یمانی آغاز سرافشانی کرده و مرغ روح انسانی را از تنگنای قفس بدن فانی برپرانید و عقاب تیر تیز پر از آشیان کمان پرواز نمود. مغز سرگردان و سروران را طعمه گردانید. مدت 7 شبانه روز دیگر لشکر عالمسوز ما به غیر کشتن و بردن و سوختن و کندن به کاری نپرداختند و مقدار 1600,000 و کسری از سرخپوستان ناپاک را به درجه شهادت رسانیدند و جمعی کثیر از ایشان خسته تیر تقدیر و بسته کمند گزند شدند، به طوری که بهرام خوناشام بر قرله ازرق فام از مهابت آن به خود بلرزید و آفتاب موفور الاحتشام زرد گشته بترسید. بالاخره استادان مکانیک مکینه های منجنیق را بر دیوار حصار آن بیدینان مردمخوار استوار کردند و آغاز خصومت آشکار ساختند و همین که سپاهیان هیمه فراوان در خندق انداختند، مردم قلعه از خسارت خیش نادم گردیدند. مواضع حصین و قلاع متین آن جماعت بیدین را به زخم تیز و زوبین و فلاخن و سپنگ و قلاب سنگ در حیز تسخیر کشیدیم و کوتوال آن دز را فرمودیم گردن زدند و روح خبیثش را به جانب دوزخ رهسپار ساختند. بسیاری از ایشان را به موجب آیه شریفه ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم ان اخرجوا من دیارکم ما فعلوه، اگر ما براتان می نوشتیم که خودتان را بکشید یا از خانه هایتان خارج شوید، این کار را نمی کردند. به تیغ جهاد بگذرانیدیم و اموال و جهات اهل فضل را عرصه نهب و تاراج گردانیدیم. بروج قلعه مانند خاک راه هموار شد. بالاخره کار سرخ پوستان به اضطرار انجامید و سپاهیان دشمن گریز بر ستیز اختیار کردند. والله علیم به حقایق الامور و هو علیم خبیر به ذات الصدور. باری در طی جدال و قتال 77 تن از جوانان ناکام و رشید امام میهن ما در حالی که سرود انقلابی چو میهن نباشد تن من مباد را میخواندند و به خاک و خون درغلطیدند و شربت شهادت را لاجرعه سر کشیدند و به طور کلی تصدق شدند. ولکن عاقبت سپاهیان دلیر بیباک ما چشم زخمی عظیم به دشمن وارد و از کشته آنان پشته ساختند و به مصداق آیه کریمه کم من فئة قلیله غلبت فئة کثیره به درون قلاع و استحکامات آنها رخنه کردند. دشمن ناچار سر فرود آورد و تسلیم بلا شرط گردید. از جمله غنایمی که نصیب قشون ظفرنمون شد 90 چرخ دورانداز، 11,000 تیر پولاد و 100 قاروره بنزین دشمن سوز و 100 خروار کوس رعدآواز و 100 پرچم زربفت و 300 نقاب تیز چنگ با بیل و کلنگ و غیره بود. برای نمونه اسلحه وحشتناک قانون را به پیوست با همین رزمناو ارسال می دارد و با اسلحه نامبرده کافی است که ربع مسکون را در یک چشم به هم زدن تسخیر بفرمایید. اما چه نشسته اید؟ این سرزمین پهناوری که بدان دست یافته ایم به قول اهالی آنجا تاکنون گمنام و ناشناس و مساحتش بی پایان است و ینگه دنیای قدیم به شمار می آید، همچنان که پر است از فراوانی و اطعمه و اغذیه و اشربه، ادخنه و سیگارت های اعلا و کوکاکولا و سقز و سیب زمینی و ابریشمی و نایلون و خاک طلا و کلوخ نقره و اینجور چیزها. خوشبختانه مردم حالویی دارد که می توانیم از گرده آنها کار بکشیم و پدرشان را در بیاوریم. اینها را مورخین بی سواد و جغرافی نویسان دیمی
سرخ پوست نام نهادند و حالان که به موجب تحقیقات علمی بسیار دقیقی که این جانب به عمل آورده است، پوست این مخلوقات از پنیر لاروچینی فغفور سفیدتر است، با این تفاوت که برای خود شیرینی و تقرب به درگاه حضرت رسالت پناهی و به احترام عنعنات ملی تن خودشان را با گل ارمنی سرخ کردند تا به این وسیله کاشفین ساده لوح را گمراه سازند و به آنها تهمت سرخ پوست زده شود و اولویت نژاد اروپایی مسجل گردد. باری عرب سگ کیست و عربستان چه صیغه ای؟ و اولا که از دولت سر قانون کسی جرأت نخواهد کرد که نگاه چپ به سرزمین مقدس ما بکند. ثانیاً چشم شیطان کور و گوش شیطان کرد، به فرض هم که خدای نکرده عربها دوباره اندلس را گرفتند. تازه همه اهالی ربع مسکون هم که تا به اینجا کوچ بکنند هنوز گنجایش 5 برابر آن را دارد. لذا استدعای عاجزان که هرچه زودتر عده‌ای سیاه برزنگی برای تولید تفرقه نژادی و یک دوجین کشیش کارکشته با دوستاقبان و متخصصین شکنجه و هرچه دزد و خونی و جاروکش و پاچه ورمالیده و ماجراجوس را برای ما بفرستید تا دخل اهالی محترم اینجا را در بیاوریم و ضمناً نژادی جانی بالفطره پدید آیدن در میان که اهالی اینجا بعدها خودشان را با خلوص نیت و صدق عقیدت جنی بنامند. ناگفته نماند که من برای این سرزمین مشغول تهیه نقشه منظم نو و دموکراسی تازه درآمدی هستم که دنیاست دست نشانده بماند. اجالتاً برای شروع به موجب آیه شریفه فخذوهم و قتلوهم حیث ثقفتموهم حکم قتل عام اهالی را صادر کردم. در این گیر و دار زیاده از 50,000 کس نقاب تراب بر غدار گلفام کشیدند و عالمیان را در فراق خیش قرین ناله و زاری و تشویش گردانیدند. این شد که رقم عفو بر جریده جریمه سایر مخالفان کشیدم و برای بازماندگان رژیم حواسیل را پیشنهاد کردم تا باد بخورند و کف صادر بنمایند. نباید اشتباه کرد که حواسیل را عموماً حواسیل می نویسند، لکن اصل این لغت حواسیر بر وزن بواسیر است، زیرا این مرغ از هوا سیر می شود و آن را تبدیل به کف می نماید. به هر حال باید کاری کنیم که اهالی اینجا برای ما جان بکنند و کار بکنند و به دعاگویی ذات اقدس شهریاری رطب اللسان باشند. همچنین بازداشتگاه‌هایی با آخرین وسایل مرگ برقاسا تأسیس می نماییم و سربازانی بر آنها می گماریم با علامت USA که خلاصه افسران سندزاد اونور دریاها باشد و رساله‌ای در علم کینه شتری و فن شریف داغ و درفش تألیف کردم که صدور اجازه چاپ آن را از متخصص فقهیات وزارت فرهنگ و جاسوسان محترم شهربانی خواستارم تا هرچه زودتر در دسترس کشورگشایان محترم میهنم بگذارم. ضمناً استدعای عاجزانه دارم فرمانی به مضمون ذیل شرف صدور بفرمایید که از این پس به پاس کشفیاتم این سرزمین ناچیز که به ینگه دنیا معروف است کلمباباد نامیده شود. در خاتمه معروض می دارد که فدوی قضیه فیزیکی محیرالعقولی در این سفر کشف کردم که بعدها به اسم قضیه تخم کریستوف کلمب معروف خاص و عام خواهد شد. استدعا دارم مقرر بفرمایید این اختراع بزرگ را به نام خایه حقیر در تواریخ ثبت نمایند و امر بندگان اعلی حضرت همایونی را به وسیله کبوتری برقاسا به جان نثار ابلاغ کنند. امر مبارک است. سپس ناخدا کلمب فرمان داد لوله چرخدار را به اضافه 7 نفر بومی که متخصص پر کردن و در کردن آن بودند
به عنوان مستشاری در رزمناو قرتاجنه بگذارند و به سوی اندلس روانه شوند. بعد به موجب آیه کریمه فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حکمی صادر کرد تا همه اهالی آن دیار را اول شکنجه و بعد هم قتل عام کنند و دارایی آنها را به نام بشریت و آزادی و تمدن پراکنی و عدالت اجتماعی و مذهبی دموکراسی قدیم و جدید بچاپند و بازماندگان آنها مجبور بودند از کد یسار و عرق زهار شب و روز کار بکنند و دسترنج خود را تقدیم خاک پای ناخدا کلم بنمایند. مخصوصا دستور داد پوست سردودمان سرخپوستان را کندند و روی دنبک کشیدند و گوشت استخوانش را هم در دیگ آب جوش انداختند. همین که خوب مغز پخت شد آن را جلوی کچل کرکس ها ریختند. ضمناً قوطی محتوی کانتاریدین را از جیبش در آوردند و دوباره به کلم پس دادند. القصه صبح زود جارچی را می افتاد و بی خود فریاد می کشید مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. اما کسی که مزد نمی گرفت کسی بود که کار کرده بود. مردم هم چون فارسی سرشان نمی شد و به علاوه همه لغت ها معنیش وارونه شده بود گمان می کردن این یک جور افسون و یا فرمول جادوگری است که برای دفع گزند جن و پری مؤثر است. فقط روزای یک شنبه تعطیل بود و برای سرگرمی اهالی مسابقه شترتازی را ترتیب می‌دادند. توضیح آن که چون اندلسی ها تخم نابسم الله یا حرامزاده بودند، یعنی قبل از اینکه کمپانی لیمیتد اسلام اختراع بشود همه مردم تخم نابسم الله بودند و شیطان با طور مستقیم و یا غیر مستقیم در تولید مثل آنها شرکت داشته است و خشونت و بدجنسی را از اعراب ارث برده بودند. این بود که گاو و اسب یعنی دو جانور عزیز دردانه آریایی ها را در میدانهای مخصوص تحریک می کردند و به جان همدیگر می انداختند و فی المجلس آنها را قتل عام می کردند. اما در ینگه دنیا که وارد شدند از کینه‌ای که به اعراب می‌وزیدند به جای اسب و شتر جمازه که جانور مقدس اعراب بود با گاو یالدار که جانور سوگلی اهالی آن سامان بود به جان یکدیگر می‌انداختند و بعد هم در ملأ عام شتر را با نیزه نهر می‌کردند. حالا گور پدر اندلسی ها و کثافتکاریایی که کردند تا امر تغییر را به روز امروز نشاندند که نشاندند. این دیگر از موضوع ما خارج است. اینها را اینجا داشته باشیم ببینیم چه به سر لوله و یا توپ رضی الله عنه آمد.